سلام دوستان، در خدمت شما هستم با یه جلسه دیگه از آموزش فیگما. این جلسه می‌خوایم کم کم بریم کار با دیزاین فایل در فیگما رو شروع بکنیم. شما میتونید برای خودتون درفت بسازید و دیزاین فایل ایجاد بکنید. میتونید روی این مثبتی که توی پروژهتون هست، حالا تیم پروژه یا پروژه شخصیتون هست، کلیک بکنید روی هر کدوم از این خونه ها و برای خودتون یه دونه دیزاین فایل ایجاد بکنید. میتونید از طریق این درفت وارد بشید و این علامت مثبتی که اینجا هست رو روش کلیک بکنید. اینجا انواع فایل هایی که میتونید ایجاد کنید رو ببینید و از این فایل ها استفاده کنید. مثلا دیزاین فایل دارید، فیگجن بورد دارید، اسلاید ها رو دارید. میتونید فایل هایی که روی لوکال استوریج خودتون، یعنی روی کامپیوتر خودتون ذخیره کردید رو هم اینجا صدا بزنید و ایمپورتشون کنید، ازشون استفاده کنید. فعلا میخوایم بریم سر وقت دیزاین فایل. من از همینجا یه دونه دیزاین فایل ایجاد میکنم. صبر میکنیم تا محیط دیزاین فایلمون بیاد برامون اینجا نمایش داده بشه. خب محیط دیزاین فایل یه همچین شرایطی داره. یه کنوسی این وسط دارید، یه سری امکانات برای مدیریت فایل‌ها و پیجاتون این سمت چپ دارید و یه سری ابزارها هم وجود داره که توی این سمت راست میتونید این ابزارها رو مشاهدهشون بکنید، حالا دیزاین و پروتوتایپ و امکانات دیگه. فعلا می‌خوایم در مورد این منوی فیگما که اینجا لوگوی فیگما رو می‌بینید، یه فلش بغلشه، یه دراپ داونه. وقتی روش کلیک می‌کنید باز میشه. صحبت کنیم ببینیم که چه شرایطی داره. دوستان، هر ابزاری که توی فیگما دارید استفاده می‌کنید ممکنه برای خودش یه دونه شورتکات داشته باشه. الان مثلا کویک اکشنز که اینجا بحث حالا سرچ هست، به نوعی میتونید سرچ انجام بدید، کنترل و بک اسلشه. اگر اینجا روی این کلیک کنید براتون یه دونه حالا سرچ باری اینجا باز میشه. اگر تو حالا محیط کنواس قرار داشته باشید و کنترل بک اسلش رو وارد کنید، باز هم این محیط در واقع سرچ بارتون براتون باز میشه، میتونید ازش استفاده بکنید. پس شورتکات ها رو خوبه که یاد بگیرید. طبیعتا یادگیری شورتکات ها یه کمی زمان میبره، اینجوری نیستش که خیلی سریع شما بتونید شورتکات ها رو یاد بگیرید. یه مقداری ممکنه زمان ببره یادگیریش. در طول زمان این شورتکات ها رو کامل یاد خواهید گرفت. فقط دقت بکنید که وقتی از یه ابزاری استفاده میکنید حتما شورتکاتش رو چند بار کار کنید تا دستتون بیاد دیگه کم کم از شورتکات ها استفاده بکنید. منویی که میخوایم الان بررسیش کنیم، اولین منویی که در واقع میخوایم بررسیش کنیم منوی فایله. این منوی فایل خب تو همه نرم افزارها وجود داره و باهاش احتمالاً آشنایی دارید. یه سری امکانات رو به ما میده. مثلا اینجا شما میتونید یه دونه دیزاین فایل باز کنید، یه دونه فیگجن فایل باز کنید، میتونید یه دونه فایل اسلاید برای خودتون باز کنید و ارائه چیزی اگر دارید اینجا بسازید و ارائه کنید. میتونید برای اسکچ فایل بیاید اینجا اقدام کنید و یه دونه اسکچ فایل باز بکنید و از اسکچ فایل استفاده کنید برای اسکچ زدن. میتونید پلیس ایمیج رو داشته باشید که یه عکسی رو میخواید داخل کنواس، این محیط کنواسی که اینجاست، پلیسش کنید، واردش بکنید. میتونید از این در واقع آیکونی که توی این منو هست استفاده بکنید و یه عکسی رو وارد بکنید. اگر الان روی این کلیک کنید میبینید که براوزر ویندوز براتون باز میشه و میتونید هر عکسی که میخواید رو پلیسش بکنید. اما پلیس ایمیج دیدیم که یه شورتکات هم داشت، کنترل شیفت کی. شما میتونید از شورتکاتش هم استفاده کنید. کنترل شیفت کی رو اگر وارد کنید، کنترل شیفت کی رو وارد کنید، میبینید که بازم براوزر ویندوز اینجا براتون باز میشه و میتونید عکساتون رو انتخاب کنید و وارد بکنید. کنترل شیفت کی براتون پلیس ایمیج رو انجام میده. یه سری امکانات هم برای سیو دارید. سیو لوکال کپی رو اینجا دارید که میتونید یک مثلا پروژه‌ای که دارید رو در قالب فایل فیگما سیوش کنید روی کامپیوتر خودتون و بعدا ایمپورتش کنید، ازش استفاده کنید. سیو تو ورژن هیستوری رو دارید که شورتکاتش رو هم اینجا نوشته و شو ورژن هیستوری هم دارید که ورژن های مختلف در واقع تاریخچه ورژن هاتون رو بهتون نمایش میده. اینجا گزینه اکسپورت هم دارید که اکسپورت با کنترل شیفت ای فعال میشه. پس کنترل شیفت کی برامون ایمیج پلیس میکنه، کنترل شیفت ای برامون اکسپورت میگیره. اگر بیایم توی این محیط کنواس کنترل شیفت ای رو بزنیم میبینید که اینجا یه دونه حالا میشه گفتش حالت یه چیزی میاد فلوت میشه، در واقع یه جورایی شناور میشه روی این صفحه و میتونید اکسپورت انجام بدید. حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. فعلا در حد معرفی داریم کار میکنیم. و اینجا میتونید PDF اکسپورت بگیرید، میتونید برنچ جدید بسازید برای کارهای تیمیتون و اینا، میتونید از برنچ جدید استفاده کنید. منوی دوم منوی ادیته که اینجا آندو و ریدو رو اول از همه اومده توضیح داده. آندو شورتکاتش کنترل زد مثل همه نرم افزارهای ویندوزی که شورتکات آندو کردنشون کنترل زده، اینجا هم کنترل زده، ولی ریدو کنترل وایه و وقتی میخواید یه چیزی رو ریدو کنید باید از کنترل وای استفاده کنید. اگر الان مثلا من بیام اینجا یه کاری انجام بدم،
فعلا همینجوری داشته باشید. آرتبورد رو قرمزش میکنم. اگر کنترل زد بزنم برمیگردم به حالت قبلی. اگر کنترل وای بزنم ریدو میشه و برمیگردم به حالت بعدی. فعلا کنترل زد میزنیم آرتبوردمون همین حالت رو داشته باشه. آرتبورد که نه، این کنواس. آرتبورد توی مثلا ایلاستریتور میگیم آرتبورد، اینجا اسمش کنواسه. این کنواسمون این حالت رو داشته باشه. خب توی منوی ادیت هم یه سری امکانات دیگه وجود داره. باز دوباره کپی از رو داریم که میتونید به عنوان CSS، SVG و PNG کپی کنید. باز کپی به عنوان PNG کنترل شیفت C هستش. کنترل شیفت C رو بگیرید. کلا یه سه تا کلید هستن روی کیبوردتون که توی شورتکات ها خیلی تاثیرگذارن. کنترل شیفت و آلت، این سه تا توی شورتکات هاتون خیلی تاثیرگذارن. الان اینجا میبینید که کنترل شیفت C براتون کپی میگیره یه دونه PNG، یعنی به عنوان PNG یه کپی براتون تهیه میکنه. بعد پیست اوور رو دارید، اون چیزی که سلکت کردید رو میخواید یه جایی پیستش کنید، میتونید کنترل شیفت وی رو بزنید. پیست خالی خودش کنترل ویه، یعنی شما یه چیزی رو وقتی میخواید کپی پیست کنید کنترل سی براتون کپی میکنه و کنترل وی پیست میکنه. این الان وقتیه که این پیست اووری که اینجا هستش برای زمانهاییه که شما میخواید یک سلکشنی رو بیاید پیستش کنید یه جایی و ازش استفاده کنید که بعدا در مورد سلکت کردن هم حالا یه توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت. میتونید از کنترل شیفت وی استفاده کنید برای اینکه سلکشنتون رو پیست کنید. باز فایند رو دارید که کنترل اف فعالش میکنه. اگر بیایم اینجا یه کنترل اف بزنیم بالا میبینید که یه فایند براتون میادش، نمایش داده میشه. بعد فایند نکست رو دارید، فایند پریویوس رو دارید، فایند اند ریپلیس رو دارید. میتونید یه چیزی رو پیدا کنید و بعد جایگزینش کنید با یه چیز دیگه ای. این امکان رو بهتون میده. پیک کالر رو دارید که شورتکات پیک کالر آی هستش و اگر بیاید تو محیط کنواس آی بزنید میبینید که پیک کالرتون اینجا براتون نمایش داده میشه و کلی امکانات دیگه ای که توی این ادیت هم وجود داره. حالا یکی یکی کار میکنیم یاد بگیریم. توی این منوی ویو یه سری امکاناتی داره که توی صفحه کنواستون میتونید نمایش بدید. مثلا پیکسل گرید رو میتونید داشته باشید، لی‌آوت گرید رو میتونید داشته باشید که با شیفت جی فعال میشه، رولر رو میتونید داشته باشید که با شیفت و آر فعال میشه. الان مثلا من بیام اینجا شیفت و آر بگیرم، رولر هم فعال یا غیر فعال میشه. تو حالت اولیه احتمالاً رولرتون غیر فعاله. شیفت و آر میزنم، رولر یا هم خطکش فعال و غیر فعال میشه. میتونید اینجا بیاید حالا یه سری کارها هم انجام بدید و نشانه گذاری کنید. به نوعی محیطتون رو مشخص کنید که چه شرایطی باید داشته باشه. باز توی این ویو امکانات دیگه ای دارید. کامنت میتونید مشاهده کنید که بعدا در موردش صحبت می‌کنیم. آوتلاین و کلی چیزای دیگه. زومین و زوم اوت رو دارید که برای زومین کردن و زوم اوت کردن شورتکات دارید. کنترل به علاوه براتون زومین میکنه، کنترل حالا منها براتون زوم اوت میکنه. اگر بیایم اینجا کنترل به علاوه بگیریم میبینید که سایز خطکش داره بزرگ میشه و زومین انجام میشه تا جایی که به پیکسل میرسه و کنترل منها براتون زوم اوت رو انجام میده و به قول معروف گفتنی میاد عقب یه مقداری و تصویرتون رو وایدتر اینجا میتونید مشاهده بکنید. پس کنترل به علاوه و کنترل منها هم برای زومین و زوماتن. زوم 100% کنترل 0. اگر بخواید زوم 100% داشته باشید کنترل 0 رو که وارد کنید زوم 100% اتفاق میفته اینجا و میتونید کنواس خودتون رو تو حالت 100% خودش مشاهده بکنید یا اون چیزی که سلکت کردید رو میتونید به حالت 100% در بیارید و مشاهده بکنید. امکانات دیگه ای هم وجود داره که بعدا در موردشون صحبت میکنیم. اینجا بحث آبجکت ها رو داریم، فعلا کاری باهاشون نداریم. در آینده در مورد آبجکت ها هم حرف میزنیم. بحث تکست رو داریم که اینجا فرمت های تکستیتون رو میتونید انتخاب کنید. باز در موردش در آینده صحبت میکنیم. ارنج رو داریم که میتونید اینجا مثلا الاین کنید و کارهای دیگه که بعدا باز در موردش صحبت میکنیم. وکتور همینطور. اینجا بحث پلاگین ها رو داریم، ویجت ها رو داریم و یه منوی داریم به نام پریفرنسز که توی این منوی پریفرنسز یه کارهایی میتونید انجام بدید. مثلا میتونید تم خودتون رو تغییر بدید. تم محیطی که دارید رو میتونید تغییر بدید، لایتش کنید و ازش میتونید استفاده کنید برای مثلا لایت و دارک کردن محیطتون. یه سری امکانات دیگه هم این پرفرنسز داره. مثلا کالر پروفایل میتونید بسازید و شورتکات هاتون رو میتونید تغییر بدید. اینجا کیبورد لی‌آوت میتونید بازش کنید ببینید که کیبوردتون چه شکلی باشه، مثلا فرانسوی باشه، فارسی باشه، چه حالتی داشته باشه کیبوردتون. بعد یه سری اسنشیال اینجا وجود داره، میتونید اسنشیالاتون رو ببینید، میتونید ابزارهاتون رو شورتکات‌هاش رو اینجا ببینید. اگر یه شورتکاتی رو یادتون نمیاد که چیه میتونید اینجا از توی این تولز مثلا بیاد ابزارها رو شورتکات‌هاش رو ببینید. مثلا کالر پیکر که آی استفاده کردیم اینجا وجود داره. بعد برای ویو هاتون میتونید اینجا شورتکات‌ها رو ببینید و حتی میتونید شورتکات ها رو تغییر بدید. حالا من دیگه شورتکات ها رو تغییر نمیدم ولی شما میتونید شورتکات ها رو هم تغییر بدید. زوم رو میتونید ببینید، تکست و شیپ و سلکشن و کرسر و ادیت و ترانسفورم و ارنج و کامپوننتس، تمام شورتکات ها اینجا وجود داره. بنابراین من دیگه نمیام دونه دونه شورتکات ها رو بنویسم و حالا یه فایل تکستی در اختیارتون قرار بدم. اگر بیاید اینجا توی پرفرنسز
حالا بذارید اینو ببندیمش که دیده بشه. بیایم اینجا بریم سر وقت پرفرنسز، اینجا کیبورد لی‌آوت رو که وارد کنید شورتکات هاتون رو میتونید دسترسی داشته باشید و تمام شورتکات ها رو میتونید ببینید. لایبرری هاتون اینجا میتونید ببینید. هلپ و اکانت هم یه سری اطلاعات در مورد فیگما بهتون میده، مثلا کمکی بخواید بهتون اینجا اون هلپی که مد نظرتون هست رو میده و اکانت ستینگ رو دارید و لاگات رو هم اینجا دارید، میتونید ازش استفاده کنید برای لاگات کردن. خب عزیزان برای این جلسه فکر میکنم کافی باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.